صنعت دفاعی، دانش بنیان، اقتدار آفرین، توسعه زیرساخت‌های دفاعی کشور و پشتیبانی از نیروهای مسلح، ایجاد آمادگی رزمی و افزایش توان ساختارهای نظامی، آینده پژوهی و توسعه توان علمی بر مبنای نیازهای دفاعی، شناسایی و مقابله با انواع تهدیدها، حمایت و برنامه‌ریزی برای ایجاد هسته‌های علمی و دانش بنیان. مرداد، روز صنعت دفاعی، روز جلوه اقتدار و افتخار ملی گرامی باد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.